با یک ترفند و یک آموزش دیگر با موضوع ساخت ایمیل در چند ثانیه با برنامه اینستنت ایمیل ادرسه. خب دوستان، این برنامه در واقع قلدک ایمیل هست که بهتون این امکان رو میده برای هر سایتی یه ایمیل جدید درست کنی. مثلا میخواد توی سایت خارجی که مطمئن نیستی ثبت نام کنی یا میخوای یه فایل رو دانلود کنی که ایمیل میخواد، به جای اینکه ایمیل اصلیتون رو بدید یه ایمیل تو چند ثانیه بسازید و با خیال راحت استفاده کنید. نحوه کار کردن با برنامه خیلی ساده است. این بالا 3 تا تب داره. گزینه اولی واسه ساخت و مشاهده ایمیل و گزینه دوم قسمت ایمیل های دریافتی و تب سوم و چهارم برای ارسال و مشاهده ایمیل هایی که فرستادین. خب بریم واسه ساخت ایمیل. اینجا 3 تا گزینه داریم. گزینه اولی برای ساخت ایمیل به صورت اتوماتیک یا رندومه و گزینه دوم برای ساخت ایمیل با اسم پیشنهادی شماست و گزینه سوم امکانات بیشتری به شما میده. مثلا بهتون پسورد و بارکد ایمیلتون رو نشون میده. این قسمت پایین هم میتونید ایمیل های ساخته شده رو مشاهده کنید. نسخه اندروید در گوگل پلی و iOS هم تو اپ استور قابل دریافته. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده برده باشید. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید تا ویدیوها و ترفندهای بیشتری بسازم. خدا نگهدار.